قطعه ضربی از جلال ذوالفنون صفحه 87. این قطعه، فرم این قطعه به صورت A B A B C آپریم و B خواهد بود. قسمت A از ابتدای قطعه شروع میشه و تا پایان میزان ششم خط سوم ادامه پیدا میکنه. جمله B از این قسمت فا sol 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 fa sol sol si la sol fa mi شروع میشه و تا پایان این قسمت گذر فروشو ادامه پیدا میکنه. قسمت C به قسمت اوج دشتی میره و تا قسمتی که روی لا ایست میکنه ادامه پیدا میکنه، یعنی اینجا. بعد دوباره آپریم رو داریم که یک هنگام بمتر از آ و با یه مقدار کوتاه شدن در قسمت آخر اتفاق میفته. از اینجا شروع میشه جایی که میگه و بعد دوباره جمله بی رو داریم که بعد تا فرود به شور ادامه پیدا. دانگ هایی که در این قطعه به کار رفتن: ر می کرون فا سل دانگ اصلی شوره، سل لا به کار سی بمول دو دانگ دشتی و همزمان دانگ شوره سل لا کرون سی بمول دو. در ادامه دانگ اوج لا سی کرون دو ر که یک دانگ شور هست و همچنین دانگ دو ر می بمول فا، دانگ دشتی دو ر می بمول فا که از این دانگ فقط دو ر می بمولش استفاده میشه و فا استفاده نخواهد شد. البته مایه نما هم سی بمول و می کرون در این قطعه هست. آقای جلال ذوالفنون این قطعه رو احتمالاً با الهام از مقدمه گریلی و ساختار اون ساختن. این دو قطعه رو که هر دو ضربی هستن و در این کتاب داریمشون میتونید با هم دیگه مقایسه‌ای داشته باشید. ابتدا یک دور بازخوانش میکنیم. سو لا 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 در ابتدای جمله A از سل به لا حرکت میکنیم تا لا رو بتونیم تثبیت کنیم به عنوان شاهدش دشتی. میگیم سل لا
لای اول دو رابه به این شکل ادامه پیدا میکنه. لا 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 لا. سه بار روی لا این حالت رو میزنیم. لا لا لا. بعدش میگیم لا لا سول. این پنجه دائما در طول این قطعه شنیده میشه. نحوه اجراش در کتاب گفته لا رو به سی وصل کنیم که با تکریز در از این دو تا باید وصل بشن. بعد روی لا گفته دو راب بزنیم. میدونیم که ما وقتی در حال زدن یک ریز هستیم زدن یک دو راب معنا نداره، چون که فرصتی برای اجرای دو راب نیست. منظور کتاب به این شکل هست که ما روی لای تک بزنیم، ادامه اون ریزی که داریم به سمت سی میریم بعدش تک روی لا بزنیم. به بیان دیگه و نوع دیگه از اجرا میتونیم به این شکل عمل کنیم که لا رو که زدیم یک دو راب چپ داشته باشیم. به این شکل که بزنیم سی 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 لا، چپ راست چپ راست، و تندش به این شکل میشه. اصطلاحاً به ما میگیم دو راب چپ. این دو راب چپ داره رو دو نوت سی و دو اتفاق، سی و لا اتفاق میفته. چپ راست چپش روی سی و راست آخرش روی لا. همین کار از سول که در جایی که از سول میریم لا کورون استفاده میکنیم. سول فا اسیم زرده. دوباره همین فراز تکرار میشه. سول لا 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 سول سول فا سول لا لا. میایم میخوایم بریم به سمت دو. لا لا دو لا لا دو لا لا دو. سه بار این تکرار میشه. لا دو سی. همین حرکت از لا به دو این بار. لا سی لا. همون پنجه‌ای هستن که گفتیم زیاد تکرار میشه. حالا سول به سی سول لا سول اسیم ضرب فا سول لا لا سول لا لا دو لا. در اینجا جمله A به اتمام میرسه. این جمله B فا سول 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 فا. لا کورون هست. انگشت اول میره رو سول میگیم سول. اینجا به لا کورون اشاره میدیم. بعدش سول سی لا دیگه به کار میشه. لا سول فا. اینا دو رابن. همین فراز یک پله عقب‌تر فاس فا می فاس فا لا سول فا می ره. حالا با یک جمله گذر فروشو از لا به سمت شور برمیگردیم. مضراب‌بندی عدل هست که راست چپ باشه. راست لا سول سول فا. همین پنجه یکی یکی میاد عقب. لا سول سول فا سول فا می فا می میره ره. جمله B هم در اینجا به پایان میرسه. کل این دو قسمت یعنی A و B دوباره تکرار میشن. دفعه بعد میریم به سمت جمله C. میگیم بم دو سی دو دو سی. اینجا به اوج دشتی داریم میریم و سی کرون میشه. دو دو سی. سه بار دو دو سی تکرار میشه. انگشت اول میره رو دو دو ره ره دو. همون پنجه اولیه که گفتیم زیاد تکرار میشه در اینجا دوباره حضور پیدا میکنه. دو دو سی 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 لا لاس لا سول. یه پله اومد عقب تا روی لا تثبیت بشه. از منطقه اوج برگشت به دشتی. جمله A دوباره میخواد تکرار بشه با حذف قسمت آخرش، اون هم در هنگام بم. میگیم سول. بخاطر همین اسمشو میذاریم آپرین. سول لا 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 دیگه ادامه پیدا نمی‌کنه. بگه لا دو سی لا سی لا سول لا سول. همون روی لا دیگه میمونه. انگشت اول میاد رو فا تا جمله B رو دوباره تکرار کنیم. این قطعه رو به صورت 100 اجراش می‌کنیم.
بعد نیست این قطعه رو تند کنیم به عنوان تمرین. به عنوان نمونه در اینجا با سرعت 180 همون رو اجرا میکنیم.